خیلی از شما ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. بچه ها واقعیتش خیلی تو کامنت ها گفته بودن چرا انقدر ویدیو تا سری میکنید، به خاطر اینکه یوتیوب میگیر میده. اما چشم، از این به بعد شمرده تر حرف میزنم. در مورد درآمد یوتیوب میخواستم حرف بزنم، باهاتون صحبت کنم. من همین استودیو یوتیوب بود فکر کنم، اینو دانلودش کردم، رفتم تو درآمد. نمیدونم چجوری بگم بچه‌ها، متاسفانه چون ما توی ایران هستیم یوتیوب به ما درآمد نمیده، میگه تحت دسترس نیست. من با کلی امید گفتم یوتیوب شروع میکنم حداقل درآمد داشته باشه. هیچی دیگه نمیدونم باید از کجا شروع کنم. منی که دانشگاه آزاد شهریش ماهی 11 میلیون تومنه، من دانشجو چجوری باید پول درسم بیاد؟ یعنی هر موقع تو این شرایط چی میشم، در شهریه میشم، مامانم کلی استرس از کجا پول جور کنم. و بچه از شما خواهش میکنم اگه دوست داشتین وارد کانال من بشین، از من حمایت کن. حداقل ویدیوم بازدید زیاد بخورم، من بازم راضیم. لایک و بیخیال. بچه نمیدونم باید چیکار کنم. توی روبیکا هم همش دارم پست میذارم، اما خب بازدیدی نه چندانی نمیگیره. توی کانال تلگرام هم زدم، اما متاسفانه هیچ کس مثلا مشترک نشد. نمیدونم الان میگی زهرا چجوری اصلا کنچرون ماسک میزنیم؟ بچه من دندونم اصلا نامرتب، الان خیلی دوست دارم چهره‌مو نشون بدم، اما خب نه، بذار انشالله یکم دندونم مرتب تر بشه. ممنون میشم این ویدیو رو پخشش کنید. من یک دانشجو اصلا پول ندارم بچه، خیلی دوست دارم تو سن 18 سالگی پول داشته باشم، درآمد داشته باشم. الان مثلا میخوای میوه خوبم نمیتونیم بگیریم، اصلا کنم متوسط شدم، زیر متوسط، زیاد عالی هم نه، قابل قبول، همینم داریم به زور میگیم. واقعا شرایط خیلی داره سخت میشه بچه، من نمیدونم باید چیکار کنم. با امید و آرزو وارد یوتیوب شدم، اینم آرزوام کلا نمیتونم باید چیکار کنم. الان میگه این بازم اینو تو ویدیو داشتی یا؟ بله، وقتی پولی نیست نمیشم چیزی بخرم. همین دیگه خواستم، البته عکسش هم میذارم و فکر نکنید دارم مظلوم بازی در. اگه دوست داشتی لایک کن، دوست داشتی همراهی میکنی، خوشحال میشم. واقعا میترسم چهرم نشونتون بدم، جوش هم دارم. بله وقتی پول نباشی چیزی بخری. بله من همین طلا هم الان میگه چرا طلا چشم ما میکنی، من همین طلا هم اگه نمیخریدم طلا نداشتم. اگه دوست داشتی فالوم کن یا وارد چنل تلگرام ما روبیکام شد، حتی راحت. حالا زیاد آدم معروفی هم نیستم و انتظار ندارم. همین بازم همین 5 تا مشترکی که دارم، بازم دمتون گرم بچه، خیلی دوستتون دارم. از اون نگاه‌های قشنگتون هم که حداقل میبینید کلی ذوق میکنم. اون اولین آخرین ویدیویی که گذاشتم همین قبلش یا پستید، خب خیلی خوشحال شدم. هیچ، همین دیگه خواستم بگم من که با امید آرزو اومدم دیگه درآمدی ندارم. نمیدونم باید چجوری حرف بزنم. هیچ دیگه، تا ویدیو دیگه خدا نگهدار. البته این ویدیو رو بگیرم دوباره یه ویدیو دیگه میذارم. متشکرم که هستین. متشکرم.